موحد باش با الله سبحانه و تعالی، یعنی یکتاپرست باش، یعنی حقوقی یا بگیم حق الله را به جا بیار. میدونید که الله به بالای ما حق دارد و ما هم به الله حق دارد. الله حقش به ما همین است که ان تعبدوه ولا یشرک به شیئا، یگانه الله عبادت بکنیم و به الله کسی را شریک قرار ندیم. این حق الله است. اگر حق الله را بنده ها به جا بیارند، در نزد الله حق دارد. الا یعذب من لا یشرک به شیئا. حق بنده همین است که الله عذاب ندهد بنده را که مخلص است و موحد است و شرک نکرد. یعنی اساس چیز در اخلاص است. مشکلی امروزه بسیاری کسانی که خود را مسلمان مینامند در همین النصیحه اخلاص لله، نسبت الله اخلاص ندارد. اگر اخلاص می داشتند قبر پرستی می کردند، اگر اخلاص می داشتند تعظیم کننده به طاغوت ها می شدند، اگر اخلاص می داشتند دیگر از کفریات و شرکیات را کرده و یا لشکر طاغوت می شد. نه هرگز. آدم مخلص این بنده الله است. آدم مخلص این کسی است که ربش را فقط الله میگه. آدم مخلص اطاعت کننده حکم الله است. آدم مخلص براءت کننده از کفار و مشرکین است. مخلص به الله شو یعنی کفر به طاغوت را انجام بیار. مخلص به الله شو یعنی براءتت را از کفر و شرک و کفار و مشرکین و طاغوت ها اعلام کن. این است اخلاص. اخلاص بدون کفر به طاغوت به جا نمیاد. اخلاص بدون براءت از کفر و شرک به جا نمیاد. اخلاص بدون براءت از کفار و مشرکین به جا نمیاد. اخلاص یعنی تو خالص به الله هستی، عملات را به الله انجام میدی، به غیر الله نه امید داری و نه میترسی و نه توکل میکنی. یا سعد وما انا